امامعلی رحمان با قیچیش به ختلان رفت. پوتین رئیس جمهور روسیه از اتمام بسیج نسبی در کشورش خبر داد. پس از ممنوع شدن مواد مخدر توسط طالبان قیمت آن 50% افزایش یافته است. در قرقیزستان فعالیت پرزیدنتی صادر جباروف را از روی قانون ناقص دانسته طلب کردند که انتخابات پرزیدنتی پیش از مهلت برگزار شود. رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت ختلان رفت و سفر کاریش را از ناحیه قبادیان آغاز نمود. به اطلاع دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان، هدف سفر امامعلی رحمان شناسایی با کارهای بنیادکاری سازندگی، افتتاح انشاءات نو، شناسایی با رفت کارهای صحرایی و ملاقات با مردم بوده است. در قبادیان پرزیدنت نخست در دهاتی به نام اوتاکار نظروف بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 را افتتاح نمود که از سوی صاحبکار محلی فرهاد زیایف ساخته شده است. در این مکان پرزیدنت همچنین برای بنیاد مؤسسه تا مکتبی سنگ اساس گذاشت. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان در قبادیان بنای شعبه معارف ناحیه، بنای ریاست اگنتی سقورت اجتماعی و نفقه، میدان پرچم دولتی تاجیکستان را به استفاده داد. در خواجگی دهقانی بابای جوره، امامعلی رحمان با تجربه پرورش شالی شناس شده در نمایشگاه محصولات کشاورزی اشتراک نمود. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 31 اکتبر پس از مذاکرات سه جانبه در سوچی گفت سفربرکنی یا بسیج نسبی در روسیه انجام شده است. در این باره نشریه ایزوستیا خبر داد. رهبر روسیه گفته که 260,000 نفر از جمله شهروندان سفربر شده در عملیات جنگی شرکت نمی کنند، بلکه تعلیم هم می گیرند. خودی همان روز وزارت دفاع روسیه نیز از قطع فعالیت‌ها در دایره سفربرکنی نسبی خبر داد. نماینده رسمی وزارت دفاع ایگور کنشنکوف گفت آماده کنی و انتقال دعوتنامه‌ها قطع شده، کمیسریت‌های حربی به کار معمولی خود برمیگردند. روز 14 اکتبر رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد کرده بود که تمام کارهای سفربرکنی در دوام تقریباً 2 هفته انجام داده شوند. خودی همان روز کاتب مطبوعاتی او دیمیتری پیسکوف بر اساس این سخنان پوتین به خلاصه آمد که سفربرکنی قسماً تا آخر ماه اکتبر به آخر می رسد. پوتین درباره آغاز سفربرکنی نسبی روز 21 سپتامبر اعلان کرد. وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو بعداً توضیح داد که این تدبیر برای نظارت بر قلمروهای قبلاً در جریان عملیات ویژه در اوکراین آزاد شده ضرور است. پایگاه فینانشل تایمز در گزارش میگوید که پس از سوی طالبان ممنوع شدن مواد مخدر در افغانستان، قیمت آن در بازار جهانی 50% افزایش یافته است. طبق گزارش این روزنامه، افغانستان هنوز بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان می باشد و تلاش طالبان برای ممنوع کردن کشت و قاچاق مصرف مواد مخدر ناکام بوده است. این روزنامه گزارش خود را با استناد به داده‌های مرکزی مفصوم به السیس مستقر در بریتانیا منتشر کرده است. در گزارش تازه این مرکز آمده است که قیمت مواد مخدر در بازارهای افغانستان رو به افزایش است و خرید فروش آن بدون محدودیت انجام می شود. طالبان در ماه اپریل بر اساس فرمان منسوب به هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه اعلام کرد که کشت کردن و قاچاق و مصرف هر نوع مواد مخدر در افغانستان ممنوع می باشد. با گزارش فینانشل تایمز، صدور فرمان رهبر طالبان برای ممنوعیت تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر و همچنین نگرانی از اقدام‌های آینده این گروه سبب افزایش قیمت مواد مخدر شده است. طالبان گفته بود که پس از صدور این فرمان هیچ کسی حق کشت، قاچاق و استفاده مواد مخدر را ندارد. هرچند طالبان گفته بود که مزارع خشش را از بین میبرد، کشاورزان در سال جاری در سراسر افغانستان از هزاران هکتار زمین محصول برداشته‌اند. سابق وکیل پارلمان قرقیزستان، رئیس انجمن دفاع از حقوق انتخاب کنندگان بکیت کریمبیکوف در یک نشست خبری گفت که باید در قرقیزستان انتخابات پیش از مهلت پرزیدنتی برگزار شود. به گفته وی، صادر ژاپاروف، پرزیدنت فعلی قرقیزستان، هنگام انتخاب شدنش به مقام رئیس جمهور کشور از روی طلبات کنستیتوسی سالهای 2010-2016 سوگند یاد کرده بود. به گفته کریم بیکوف، در قانون اساسی نو وکالت‌های پرزیدنت تغییر یافتند.
از این رو برای تصدیق آنها به انتخابات پیش از مهلت رفتن لازم است. تنها در این صورت فعالیت پرزیدنتی صادر جباروف قانونی می شود. رئیس انجمن دفاع از حقوق انتخاب کنندگان قرقیزستان گفت ژاکارگو کنش باید مسئله برگزاری انتخابات پیش از مهلت را بررسی کند و توضیح داد که به عنوان رئیس جمهور و رهبران فراکسیه ها نامه‌های دخلدار ارسال کرده است تا وکیلان مردمی مسئله پیش از مهلت آوازدهی را بررسی کنند. اما کریم بیکوف میگوید که به این نامه‌هایش تا حال جواب نگرفته است.